درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید، به خصوص ایران عزیزمون. مردمی ثروتمند ولی فقیر نگه داشته شده، مردمی که زندگی نمیکنن، باقی موندن. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. قبل از اینکه بخوام برم و برنامه رو آغاز بکنم، از همه شما عزیزان درخواست میکنم که کانال رو در یوتیوب لایک بفرمایید، سابسکرایب بشید، لینکش رو برای همگان ارسال بکنید و همچنین اگر نظریاتی دارید در قسمت کامنت قرار بدید. بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و هست. این تنها کاری هستش که شما به عنوان یک هموطن از سر تا سر جهان میتونید انجام بدید. هموطنانی که در اون کشور هستن به دلیل شرایط اینترنتی، برای اونها به صورت آوا و صدا صحبت‌ها رو در کانال پشت پرده ها هر جلسه قرار میدم که بتونن با مگابایت بسیار پایینتر بشنوند. حالا فرقی نمیکنه اگه نمیتونن ببینن، صحبت‌ها رو بشنوند و این صحبت‌ها رو انتقال بدن. همین که مردم بیشتری با این صحبت‌ها آشنا بشند، در جریان قرار بگیرند، در جریان مسائل حقیقی و درست ایران و سایر کشورهای جهان قرار بگیرند، همین که از طریق این دانش و آگاهی بخش اکثریت قریب به اتفاق مردم در ایران بدونن که کجای داستان قرار گرفتیم، در میان تمام این اخبار میزنن نمیزنن، میشه نمیشه، میمونن میرن، کوتاه اومدن کوتاه نیومدن و غیره، بتونیم به یک نتیجه درستی دست پیدا بکنیم. از همین رو هستش از همه بچه‌های جنبش فدایان ایران به خصوص درخواست میکنم که هر روز فعالتر باشن و لینک کانال رو، لینک این صحبت ها رو برای سایر عزیزان از هر طریقی که میتونید و میدونید ارسال بکنید و اگر هم اون حرکت تمام شد بتونید صحبت ها رو انتقال بدید. خیلی مهم هست که شما یارگیریاتون رو در اون کشور انجام بدید، چون این سوال کلیدی هست که هر روز ارسال میشه. چگونه میتونیم کمک بکنیم به این مسیر؟ چگونه میتونیم عضوی از جنبش فدایان ایران باشیم یا غیره؟ بلکه آگاه کردن نزدیکترین افراد به خودتون. حالا دیگه خودتون تشخیص میدید این افراد چه کسانی هستن و وقتی که انسان‌ها دانش و آگاهیشون بالا میره، زمانش که فرا برسه میتونن هر آنچه که بخواهند انجام دهند. ولی این بار دیگه نه با دست خالی. مردم گوشت دم توپ جنایتکاران اسلامی نیستند. به هر روی کمی مجددا در رابطه با همین تفاهم نامه بازم صحبت بکنم، چون سوالها بر این پای است که آقا اینا دیگه تفاهم کردن تموم میشه، یعنی ما چه آینده‌ای داریم؟ باید با این اسلامیستا چی کار بکنیم؟ اینا دیگه زندگی برای ما باقی نگذاشتن. اگه بتونن تنگه رو هم به این شکل به دست بگیرن و برابر آمریکایی‌ها بیستن، خب چه باید کرد؟ ببینید چه بلایی سر مردم میاد. خدمتتون عرض بکنم بخشی از این نگرانی‌ها و صحبت‌ها مهم بوده و هست و به دلیل اینکه مردم دارن درش زندگی میکنن. در همین چند ماه که گذشت، در همین 5-6 ماه اخیر، حکومت بیش از 1000 نفر رو اعدام کرده. حالا اون چیزایی هستش که ما به دست آوردیم و میدونیم، با عناوین مختلف: جاسوس، محارب، نمیدونم اینجور مسائل، برانداز، و خواسته اونها رو وطن فروش و وابسته به سازمان‌های امنیتی دیگه هم نشون بده و این روند ادامه پیدا میکنه. به خصوص بعد از این تفاهم نامه‌ای که داره انجام میشه که فکر میکنم دیگه حد اکثر تا 24 ساعت 48 ساعت دیگه خبرش رو هم بیشتر بازتاب بدن و توضیح بدن، مسیر اعدام ها شدت پیدا میکنه. حکومت اسلامی دستش باز بوده و هست در کشتار و این روند رو ادامه میده. این در اینجا برای خودش محفوظ، اما این رو باید توضیح بدم برای کسانی که نگران بوده و هستند که چه اتفاقی خواهد افتاد. در جلسه پیشم توضیح دادم شرایط در آمریکا تا رسیدن به روز انتخابات در 4 نوامبر بسیار حساس بوده و هست. میلیون ها نفر در آمریکا در استاک مارکت سرمایه گذاری کردن. میلیون ها نفر در آمریکا با بالا و پایین شدن قیمت بنزین و انرژی زندگی هاشون تحت شعاع قرار میگیره، به خصوص همزمان با میلیون ها دلار، صدها میلیون دلاری که گلوبالیستا توسط افرادی مثل جورج سوروس، میلیاردهای این چنین، در حزب دموکرات آمریکا برای شکوندن ستون فقرات مردم آمریکا با نام چی؟ با نام آزادی، ما دموکراسی میخوایم و غیره،
و باید برابر این راستگرایان و وطن پرستان یا جمهوری خواهان ایستاد خرج میکنن. این بسیار حساس بوده و هست در این مقطع. و وقتی مسائل رو نگاه میکنی، شرایط حال حاضر کاخ سفید یا نمایندگان رو نگاه میکنید، به این نتیجه میرسید که اون تصاویری که دارید میبینید، اون تفاهم نامه هایی که داره امضا میشه، از دیدگاه من و ما موقتی است و این حتی موقتیش هم خسارات فراوانی به جامعه ایرانی زده. جامعه‌ای که دلش بنده به این بود که ترامپ گفته آقا کمک در راه، لیندزی گراهام اومد و صحبت کرد برای ملت ایران و نمایندگان این چنین، ولی سرخورده شدن از نرسیدن به نتیجه و امروز در کشتارگاه‌های جنایتکاران اسلامی اسیرن. خانواده‌های اسیر هستند که این نگرانی‌ها رو هر روز گزارش میدن. حقم دارن. جوونشون، نوجوانشون در یک قدمی اعدام. این جنایتکاران اسلامی از روز نخست تا به امروز رحمی نداشته و ندارند. به اسم ایرانی با زبان فارسی صحبت کردن اما رحمی نداشته و ندارند. خب اینها رو باید چگونه توضیح داد که جامعه ایرانی خودش رو حفظ بکنه، این خانواده ها خودشون رو حفظ بکنن، بچه های ایرانی خودشون رو حفظ بکنن، ناامید نباشن. از طرف دیگه نه اینکه بخوایم امید واهی بدیم یا حرف نادرست بزنیم، تجزیه تحلیلی درست داشته باشیم از این روزگار. به چه دلیل این تصاویر رو شما دارید میبینید؟ من برای مستند کردن این قسمت دیگر از صحبتام میخوام یه مسئله رو عنوان بکنم. تصاویر زیاد همه این اخبار رو دیدید، در شبکه‌ها پخش شده. گفتگوی همین ترامپ امروز این رو نشون میده. وقتی با خبرنگار ایستاده و داره صحبت میکنه، میگه آقا ما 2 ساعت پیش با اینها صحبت کردیم، چند روز مجددا داریم ساعتها صحبت میکنیم پای تلفن. بعد از اون وقتی که اینها تلفن رو ترک میکنن، به یک تفاهمی میرسیم، بلافاصله برمیگردن در خبرگزاری خودشون میگن آقا اصلا هم چیزایی نیست، تمام تنگ دست ماست، آمریکایی‌ها مزخرف میگن، هیچ تفاهم نامه‌ای هم در دست اجرا نیست، ما اصلا نمیدونیم اینا چی دارن میگن، میزنن زیر همه چیز. اینو چه کسی داره میگه؟ خود ترامپ داره صحبتشو میکنه. خب حالا خودتون رو بذارید جای اون، به عنوان یک فردی که خیلی هم باهوش هست، همه هم میدونن، و همچنین نمایندگانی که در کنارش هستن، فرض بگیرید که مثل مارک روبیو و نمایندگان مجلس یا سنا یا فعالین سیاسی رسانه‌ای، آیا اینها همه هوششون از دست دادن؟ خیر. همه اینها میدونن که وقتی حکومتی شناسنامه‌اش مشخصه، کماکان داره میگه مرگ بر آمریکا و باید اونها رو باور کنید. یعنی اگر بمب اتم داشتن همون فردا صبح اینا زده بودن به هر کشوری که میگفت نه. همون کاری که اسلام از صدرش انجام داد، هر کس که مخالفت کرد کشتش، چون میگفتن دستور قرآن دستور خداست. از خودتونم دین و آیین در نیارید، هم قرآنتون رو بخونید به نفعتونه، تمام کتاب‌های مذهبیتون رو بخونید، تمام روایات اسلامیتون رو بخونید به نفعتونه. بیشتر میایید به این، از این منظر راحت‌تر میتونید نگاه بکنید، واقعیات رو بدون از تعصب میتونید نگاه بکنید. حال وقتی تمام این نمایندگان آمریکا و خود ترامپ با ماهیت و هویت حکومت جنایتکار اسلامی آشناست، چگونه میتونه بیاد بهشون پیشنهاد بده یا تفاهم نامه یا امضا بکنه که منافع آمریکا درش وجود نداشته باشه و همچنین به قول معروف at the same time اونا رو باور کنه که آقا اینا بر پایه این عهد و پیمانی که امروز امضا کردن متعهد خواهند بود. حکومتی که بلافاصله 1-2 ساعت بعد از میتینگ که تموم شده به تفاهم رسیدن، به قول خودشون میره میگه آقا همچین چیزی نیست. پس اون سند، اون نوشته، اون تفاهم نامه نمیتونه در واقع مبنایی باشه برای یک تعهدنامه‌ای که امضایی که در واقع انجام خواهد شد، پشتش خواهند ایستاد و هر دو طرف مسئول خواهند بود. خیر، حکومت اسلامی به هیچ عنوان، یعنی تدابیر اسلامی، قوانین اسلامی، خلقیات اسلامی، تفکرات اسلامی، آیات اسلامی و غیره به هیچ عنوان روش حساب نمیشه باز کرد. چرا؟ از این طرف به شما یه چیزی میگه، از اون طرف وقتی منافعش به خطر میفته 180 درجه تغییر پیدا میکنه. اسمش هم میذاره کتاب قرآن، اسمش هم میذاره ما از طرف خدا اومدیم
و مصلحت این است که این چنین بکنیم. تقیه میکنه، تقیه پشت تقیه، یعنی دروغ پشت دروغ. این چیزی نیستش که من بگم، تاریخ اسلامه دارم توضیح میدم. حالا شما اگه بعدت میاد بهت برمیخوره خودت درست کن. برو یه مقداری مطالعه بکن ببین اون چیزی که پذیرفتی تاریخش به تو چی گفته و چه کسانی. تمام این عمامه داران، آخوندها، اینها پشتشون به محمد، یعنی نسل‌های قبل که بریم همینجور برید عقب میبینید اینا والدین اونها هستن، وارثان اونها بوده و هستن. من عین سند گفته های خمینی رو هر روز براتون پخش میکنم یا اون قسمت های مهمش رو. میگه چرا کسانی که کارهای من رو دنبال کردن در اینستاگرام تشریف بیارید، در ایکس تشریف بیارید، همین زیر نوشته شده. همچنین در تلگرام که دست ما خیلی بازه برای نشون دادن بسیاری از این واقعیت ها. بسیاری از این واقعیت ها رو نمیتوان در هیچ رسانه‌ای پخش کرد به خاطر اینکه بلاکتون میکنن. ولی کسانی که من و ما رو دنبال کردن در کانال پشت پرده میدونن که ما بی‌پروا، بدون ترس، بدون سانسور واقعیت ها رو در اختیار جامعه قرار میدیم. از همین رو هستش این نوشته‌هایی که از زیر تصویر داره همینجوری رد میشه به خاطر خوشگلی اونجا گذاشته نشده، به خاطر اینکه اگه میخوای بفهمی ما کجای داستان قرار گرفتیم و پاسخ بسیاری از این سوالات رو دریابی، میباید وقت بگذاری. نمیتونی در اینستاگرام در 1 دقیقه 45 ثانیه 10 ثانیه یک چیزی رو ببینی بگی بله متوجه شدم، عبور بکنی، به خاطر اینکه بگی من وقت ندارم، بعد خودت هم نگران نشون بدی آقا من خیلی نگران کشورم. خیر، میخوای نگران کشور باشی حقیقتش باید وقت بگذاری، باید بفهمی، باید دانش کافی داشته باشی. با اون دانش کافی، با اون اطلاعات کافی، با اون فهمی که یا به خرد رسیدی، اون موقع برای انجام کار وقتی ازت چیزی میخوان در خارج از کشور، در داخل کشور به راحتی میتونی انجام بدی. ولی میبایست مسلح به سلاح دانش بشی تا بتونی کشورت رو آزاد بکنی. شوربختانه بسیاری از این مسائل وقتی توضیح میدی جامعه میگه آقا طولانی شد، در صبر ما نیست، حوصله ما نیست، بعد انتظار داره که از این دانشگاه فارغ التحصیل بشه. شما در کجای تاریخ رفتی دانشگاه نشستی و خواستی فارغ التحصیل بشی، مثلا مدرک دکترا رو بگیری، یا آقا این پروفسور داره زیاد صحبت میکنه، این کتابی گذاشتین اینجا زیاده، حوصله ندارم، مدرک رو دوست دارم دکتر بشم اما وقت نمیگذارم. مگه میشه همچین چیزی؟ ما برای رسیدن به خواسته هامون میبایست وقت بگذاریم، میبایست اول یاد بگیریم تا بتونیم یاد بدیم و این سینه به سینه میره. من که دسترسی به 10 میلیون نفر ندارم که بخوام باهاشون صحبت بکنم. از همین طریق هست شماها هستید که باید کوشا باشید. اگر دلتون برای آب و خاک میسوزه، اونم نه فقط لحظه ای، موضعی، یک اعدامی بشه، به فرض مردم بیان 4 تا فوش بدن خودشون راحت بکنن و بعد برن دنبال کارشون. خیلی وقت باید بگذارید، زندگی باید بگذارید. در کنار اون زندگی شخصی قسمتش مبارزه است. مبارزه به این شکلی که اول باید یاد بگیری، بیاموزی تا بتونی راحت‌تر در جنگ و یا این جنگ نابرابر شرکت بکنی و بدونی چگونه باید شرکت بکنی. دقیقا مثل سربازی که میخواد بره به جنگ، اصلا هم بهش میدن. این هموطنان، بسیار از هموطنان من میبینم این گونن، خشم دارن، ناراحتن، میخوان یه کاری بکنن، اما به جای اینکه اسلحه رو بردارن به دیگری بزنن، میزنن یا تو پای خودشون یا میزنن به بغل دستیشون. این فعالیت‌های سیاسی در دنیای مجازی به خصوص با ورود افراد بسیاری از این نفوذی‌ها به این شکل در اومده. شوربختانه که با این توضیحات و این آگاهی‌ها جامعه میتونه راه خودش رو درست تشخیص بده. هم مردم در ایران، هم در خارج از کشور، در آمریکا، برای شناختن وضعیت خودتون در ایران باید سری به آمریکا بزنید ببینید در آمریکا چه خبره، چون همه چیزها از اینجا آغاز میشه. اگر مسئله سرنگونی باشه از اینجا باید آغاز بشه، اگر مسئله مماشات هست از اینجا همیشه آغاز شده، اگر مسئله پولرسانی باشه همیشه از اینجا آغاز شده، اگر آوردن خمینی به ایران بوده همیشه از اینجا آغاز شده، زدن ستون فقرات ارتش ایران در زمانش از اینجا آغاز. پس برای اینکه بتونیم یک تغییری در ایران به وجود بیاریم میبایست با شرایط آمریکا آشنایی بیشتری پیدا بکنیم و وقتی که این شرایط رو شناختیم تأثیرگذار باشیم روی ملتی که میخواد بره به یک سری از نمایندگان رأی بده. مثلا فرض بگیرید در همین دیربون در میشیگان ما دیدیم 10,000 مسلمان تروریست ریختن تو خیابونها در 40 شعارهای اسلامی دادن،
ریختن به جون یک سری هم مسیحیان، تا میخورد اونها رو کتک زدن و فراری دادن. و اگر کسی هم اونجا مونده بود و برابری میکرد، برابر اینها میستاد، کشته میشد. و این مسئله به هیچ عنوان به اون شکلی که باید در آمریکا به تصویر کشیده نشده. و من از همه کسانی که در آمریکا زندگی میکنن، شهروند اینجا هستن به خصوص، میخوام که این تصاویر رو پخش کنن میون همسایه هاتون، شهروندان دیگه، کارمندان، هر کسی رو که باش در ارتباط هستید و بهشون بگید که چگونه جورج سوروس ها دارن با ده ها و ده ها میلیون دلاری که سرمایه گذاری میکنن روی افراد بیارن به عنوان سناتور اینا رو نشون بدن. و شما حتی یک نارضایتی از ترامپ دارید در آمریکا، حالا به هر شکل، یکی قیافش خوشش نمیاد، یکی به خاطر که این میلیاردر بوده خوشش نمیاد، هر یا برخورداش یا هر دلیل دیگه میتونه داشته باشه، اما به این معنی نیست که شما برید خاک در سر مردم آمریکا و خودتون بکنید و بعد از این خاک دودش بیشتر تو چشم ملت ایران بره. ما احتیاج داریم، ما در جهانی زندگی میکنیم، به هر نیروی قوی که در جهان هست امروز احتیاج بوده و هست که بتونیم اونها رو جذب بکنیم. میبخشید که فقط هم این با سفرهای شاهزاده رضا پهلوی تامین نخواهد شد، بلکه ملت باید پشت این داستانها بایسته. ملت ایران با این مقدار قدرتی که در خارج از کشور داشته و داره میبایست روی ملت آمریکا تاثیرگذار باشه که آقا شما این چه کاری است دارید میکنید؟ یه اسلامیست دیگر رو دارید میارید وارد سنا میکنید، چند اسلامیست دیگر رو دارید وارد مجلس میکنید، فقط به خاطر اینکه چشم بسته حزبتون دموکراته و هر آشغالی رو که این حزب شما معرفی بکنه با خرج پولهای کلان و رسانه‌های مثل ABC، CBC، CNN بگیرید بره جلو، BBC و غیره، شما میپذیرید. و از یک طرف میگید بله من آزادی خواه هستم و میخوام کشورم هم نجات پیدا بکنه. خب اینا پیشینه سیاسی داشته. مسئله بر سر این نیست که شما از چه شخصی یا چه فردی یا چه حزبی خوشت میاد بخوای دل بخواه بری بهش رأی بدی، فکر کنی خیلی هم آگاهی، خیلی روشنفکر، مثلا اون روشنفکرانی که از دوران مصدق تا به امروز ما رو به این روز انداختن. در 57 یک بار شکست خوردن در مرداد 32، اما کمر به قتل ملت ایران بستن و ساعتها، هزاران ساعت تا به امروز در رابطه با این صحبت کردم. چگونه است شما اسم خودتو میذاری روشنفکر ولی خمینی رو به ایران میاری؟ چگونه است شما مفسری، معلمی خمینی رو به ایران میاری؟ چگونه است شما نویسنده کتاب‌های متفاوت هستی خمینی رو به ایران میاری؟ چگونه است شما استاد دانشگاه هستی از سوربن بگیرید تا سایر کشورهای جهان در همین آمریکا، شما میری حکومت اسلامی رو تجویز میکنی برای ملت ایران، قوانین اسلامی رو میای جایگزین میکنی بر پای قوانین حقوقی و انسانی و مدنی و سکولار. در کشورهایی مثل دکتر کریم سنجابی در فرانسه درس بخونی، دکترای حقوق داشته باشی، بیای اسلام بنیادگرا رو به ملت بچپونی به اسم اینکه آقا این ملت از شاه بیزار است. دقیقاً همین تصویر امروز داره در آمریکا انجام میشه. همون دکترا، نوادگانشون، دختر پسرهاشون، دنبال کنندگانشون به دلیل اینکه دشمنی با ترامپ دارن، اسلامیستا رو دارن میارن روی کار. و وقتی که در آمریکا این اسلامیستا رو بیارن روی کار، هیچ زمانی آمریکا مثل ایران نخواهد شد که حکومت اسلامی داشته باشه. چی میشه؟ اینجا مردم دلاوری هم داره که همه هم مسلح هستن. چه اتفاقی میفته؟ اگر ببینن داستان داره به اونجا کشته میشه، اسلحه ها میاد بیرون و کشتار دست جمعی انجام میشه و اون چیزی میشه که گلوبالیستا میخواستند و میخواهند، منتها با نام آزادی، با نام دموکراسی، با نام ژانتی بودن، با نام اینکه آقا ببینید ما چقدر انسانهای شریف و تحصیل کرده هستیم، اونوریا همه بی سواد و احمق و یه عده راستگرای به قول معروف احمق هستند. این مسائلی است که در آمریکا از روزی که هر ایرانی وارد شده تا به امروز مورد بحث بوده و هست. هم امروز وقتی که تونستن گلوبالیستا بفهمن که از اسلام میتونن بهره ببرند، چه اتفاقی میفته؟ ساختمان‌های تجارت جهانی دوتاش توسط اسلام و فرمان اسلام و نگاه اسلامی میاد پایین، نابود میشه، ولی شهردارش رو همون شهر، همون مردم
به ریاست میرسونن با شعار الله اکبر. مگه میشه؟ ولی شده. چرا؟ به همین دلیلی که دارم خدمتتون عرض میکنم. یعنی تنفر یک عده از یک شخص، از یک حزب و رفتن رأی دادن به رادیکالی ترین افراد در یک جامعه. اول میارن اونا رو بزرگشون میکنن. اینو باید اینجا توضیح بدم. اصولا اسلام و بنیادگرایی اسلامی به همین شکل از آسمان به زمین نیامده. تا از زمان محمدش اینا هر کسی که گفتن آقا ما اسلام نمیاریم، اصلا تو رو قبول نداریم، کشتنش. و تمام این یا علی گویان و حیدر گویان و اینا دقیقاً راهرو همونا. یا عده‌ای میفهمن چی دارن میگن یا نمیفهمن. صحبت‌های خمینی رو وقتی دارم میذارم، میگه در یک روز علی 700 نفر رو گردن زد، بهش افتخار میکنه. اون موقع شما میگی یا علی، وزنه میخوای بلند کنیم یا علی، بشینی میگی یا علی، یعنی قبول میکنی اونو. یعنی تو هم آدم کشی. وقتی بهت میگن آقا من آدم کش نیستم، پس چرا این مزخرفات رو به کار میبری؟ این هاست مسائلی که یک به یک دست به دست هم میده. از یک منطقه شروع میشه، کل جهان رو مثل ویروس فرا میگیره، بعد میای غر میزنی میگه آقا شمیرانی من چیکار کنم؟ همه چیزمو از دست دادم، بدبخت شدم، بیچاره شدم، اصلا تفکرم با اینا رو میبینم دارم دیوونه میشم. از یک جا شروع میشه. عبور از تاریخ اسلام که چگونه آغاز شده، من فقط قسمت سیاسیش رو و حکومتیش رو اینجا به شما توضیح دادم. از هفته اول آغاز حکومت اسلامی، خمینی با علم به این که اینا پیشینه‌های بیش از 1000 سال داشته در کتب اسلامی، چگونگی پیشرفت و روند اسلام در جهان، اینا با همین پیشینه آغاز کردن، اومدن نمایندگان خودشون رو به لبنان و فلسطین فرستادن و اونجا رو اشغال کردن و این شد نیابتی هایی که در طول بیش از 40 سال آغاز به کار کردن که اسرائیل امروز گرفتارشه. به عنوانی که آقا منو دارن حذف میکنن، باید از خودم دفاع بکنم. اسمشو میذارن چی؟ آقا حکومت بچه کش. در صورت که اگه به این اسلامیستا قدرت بدی، حکومت چیه؟ اینا تمام جهان رو میگن باید گردن بزنیم، همزمان بگن یا علی. مگه غیر از این بوده تا به امروز؟ شما به هر گردنزنی، به هر آدم کشی، به هر جنایتکاری، به هر پدوفایلی اومده به بچه تجاوز کرده، صلوات فرستادی و راهش رو دنبال کردی. این واقعیته. هر کسی هم اومد این چنین حرف بزنه، نقشه قتلش رو کشیدید تا اگه نتونستید از پشت زدینش. جرأت روی برابر هم هیچ زمان این مسلمانان نداشتن. حقیقتش تاریخشون رو بخونید متوجه میشید. اون بخش اسلامی داره میگم جنگ من مذهبی نیست، سیاسی هم نیست، ولی واقعیت ها رو میگم. اگه بهت برمیخوره این جنگ نیست، این واقعیت هاست. بهت نگفتن، درست باهات صحبت نکردن، بهت نگفتن پدر مادر اصلی چه کسانی بودن و چرا رسیدیم به اینجا. من برای اینکه شرایط رو در آمریکا توضیح بدم مجبورم بریم این توضیحات رو بدم که ما در این 47 سال از کجا چگونه خوردیم. این گلوبالیستا چگونه اومدن سرمایه گذاری کردن رو اسلامیستا که امروز نمایندگان از آفریقا بگیرید، از آسیا و ایکس و ایگرگ، یارو کره جنوبیه رو میارن به عنوان اینکه آقا من میخوام وضعیت آمریکا رو درست بکنم و بعد دقیقاً میاد ریشه رو ور میداره میزنه به تیشه خود کشور آمریکا. و وقتی میدونن اینا وقتی آمریکا سقوط کنه جهان به کثافت کشیده میشه. حقیقتش رو دارم خدمتتون عرض میکنم، چه از بعد مسائل سیاسی، چه از بعد مسائل اقتصادی، چه هرج و مرج. جهان میره به سمت اینکه آقا هر کی میتونه هر کی بخواد بزنه بکشه. بزن. کشتن هم نه یک نفر، 10 نفر، 100 نفر، میلیون ها نفر میتونن در یک روز جان خودشون از دست بدن. میلیون ها نفر. به هر روی این عملی که خمینی انجام داد پیشینه مذهبی داشته. این عمل بعد به چه شکل انجام شد؟ جنایتکاران اسلامی فهمیدن برای اینکه بتونن به قول معروف با آمریکایی‌ها بجنگن، یعنی شعار مرگ بر آمریکا که بیهوده داده نمیشه، اینا در دینشون هست، اینا خواستشون هست مرگ. بعد میگن آقا ما مردم آمریکا نه، دروغ دارن میگن، وجودشو ندارن بگن مرگو داریم میگیم به مردم آمریکا. مرگو دارن میگن به مردم آمریکا. این مردم هستن که این دولت رو انتخاب میکنن، این مردم هستن که این قانون اساسی رو نوشتن، این مردم هستن که از
طرف خودشون سربازای خودشون و بچهای خودشون رو به جنگ میفرستن با همین اسلامیستا. اون موقع اینا مرگ بر آمریکاشون فقط برای 4 تا دونه آدم تو آمریکا باشه. خیر، همه اینا به خاطر همه ماست. به هر روی اینا تونستند به این نتیجه برسن که آقا برای اینکه بتونیم با آمریکایی‌ها بجنگیم باید از قوانین خودشون استفاده بکنیم. چیکار کردن؟ در لبنان و فلسطین اینا آدم فرستادن از خودشون هفته اول. در اینجا چیکار کردن؟ زن و شوهرهایی که اسلامی هستند، تفکرات مخرب تروریستی اسلامی هم دارند، با آمریکا فرستادند، از موقعیتاش استفاده کردند و زن یارو حامله بوده اومده اینجا زاییده، بچهش شده سیتیزن. بلافاصله بچه رو که اینجا زاییدن برگشتن رفتن یا به ایران یا به آفریقا یا به اروپا یا هر کجای جهان. تعداد این بچه‌ها در روزهای اول قابل شمارش بود اگر میخواستن متوجه بشن، ولی از طرف حزب دموکرات جلوی این آمار گرفته شد. اصلا آمار درستی به مردم آمریکا داده نشد که آقا اینها دارن از این قوانین انسانی که نوشته شده در دوره‌ای از تاریخ ما در این کشور سوء استفاده میکنن. هر جک و جونوری با هر قیافه و هر تیپ و هر فرهنگی داره میاد اینجا فقط بچه پس میندازه که بشه سیتیزن تا برای آینده بتونه نقشه‌های خودش رو پیاده بکنه. این تخم و ترکه تازیان که اومدن اینجا میگن آمریکا باید نابود بشه، میخوان سناتور بشن، میخوان به قول معروف وکالت مردمی که بهشون رأی دادن رو در دست دارن. شعارشون مرگ بر آمریکاست. من عیناً این رو در صفحه اینستاگرامیم گذاشتم، باید برید ببینید. این صحبت‌ها بر زمین و هوا نیست. از همین رو هستش که شما نمیتونید این مسائل رو درک بکنید تا زمانی که به این صحبت‌ها گوش بدید، تصاویر و اخبار و تفاسیر رو کنار هم بگذارید تا متوجه بشید من چی دارم میگم و ما داریم به کدوم مسیر. اگه تو در آمریکا زندگی میکنی یا سایر کشورهای جهان نگران زندگیت هستی، در ایران هستی نگران زندگیت هستین، حرفا رو باید گوش بدی و بعد از اون وقتی به نتیجه میرسونمتون باید عمل بکنید در زمانش، نه اینکه همینجوری به تنهایی برید در خیابون و کار دست خودتون بدید. کار دست جمعیه. یک ویروسی کل جهان رو فرا گرفته و سرمایه‌های هزاران میلیارد دلاری در اختیارش قرار دادن تا به امروز. یک شبه به وجود نیامده، همش سلسله مراتب بوده. در آمریکا، حالا در انگلستان یا سایر کشورهای جهان، به خصوص در اروپا، اینا شیوه دیگه ای رو به کار بردن، اما در آمریکا اومدن بچه پس انداختن. تعداد این پسمانده های این اسلامیستا امروز از 10,000 گذشته و بعد اینها وارد مدارس شدند، وارد دبیرستان ها شدند، وارد دانشگاه ها شدند، با بودجه هایی که در اختیارشون قرار گرفته اومدند و ساپورت حزب دموکرات هم داشتن و اگرم راجبشون صحبت بکنیم میگن ای آقا شما ریسیستی، نژاد پرستی. یه روز من داشتم با یک آمریکایی صحبت میکردم، تمام این مسائل براش توضیح دادم و گفتم آقا شما شعارتون اینه که 1% چرا باید 99% جلو ببره؟ اتفاقا خیلی هم خوب هست، یعنی اون 1% میلیونر یا میلیاردر، حالا میلیونر نیست. شما تا به امروز راجع به این مسئله فکر کردید که این پول‌ها متعلق به چه کسانی هستن؟ این پول‌ها متعلق به اکثریت قریب به اتفاق طرفداران حزب دموکراته. برید شرکتاشون رو ببینید در اینترنت، برید، هست دیگه الان تمام اطلاعات هست رو گوگل، برید پیدا کنید ببینید چه مقدار از ثروتمندان دنیا، چه مقدار از شرکت‌های بزرگ جهانی دموکراتند. و اگر شما بخواید نظری نه استخدام میشی نه ازت حمایت میکنن، بلافاصله اگه هم اونجا باشی اگه حرفی هم بزنی میزنت بیرون. هالیوود که دیگه بماند. حالا اون بخش در رأس هالیوود که اینها کلیمی هم هستند ولی چرا از اسرائیل متنفرن و غیره، اون یه بخش دیگه‌ای داره که من اینو بارها برای جامعه ایرانی توضیح دادم. اما این مسئله رو میخوام بگم چگونه است و امروز میبایست در رأس خبرها در تمام پادکست های آمریکایی قرار بگیره. آقا مسئله‌ای که داره در میشیگان اتفاق میفته به قول معروف is not a joke. این میتونه از اونجا آغاز بشه و بعد اول از میشیگان و بعد به سایر استانها، از تگزاس حتی در این کالیفرنیا هم کشیده بشه، به نیویورک، به سایر شهرهای کوچک و بزرگ، درگیری های بزرگ میان آمریکایی های وطن پرست و این اسلامیستا به وجود بیاد.
ممدانی اومد با همین شعارهای اسلامی و سوسیالیستیش و چپیش تونست شهردار نیویورک بشه. چه کاری رو انجام داده؟ رفتم تمام اسلامیستا رو دیده، همه رأی‌ها رو بهش دادن، پولهای کلانی که در اختیار اینا قرار داده شده، شهری که دوتا دوقلوها همونجا خاک شدن، بیش از 3000 نفر در کمتر از 2 ساعت کشته شدن، نابود گشتن. ولی میبینیم که بعد از 20 اندی سال این خاطره کنار گذاشته شده، نسل دیگه ای اومده روی کار و تونستن حافظه 20 سال گذشته این نسل رو هم ازش بگیرن. با چی؟ با همین تبلیغات، با رسانه ها، با مزخرف گویی و پول خرج کردن ها. ولی مردم در نیویورک، برید بهشون سر بزنید، شهر کثیف، وضعیت نابسامان و تمام قول هایی که بهشون داده شده، اتوبوس مجانی، بیمارستان مجانی، زندگی مجانی، مزخرفی بیش نبوده. تازه فهمیدن، رأی رو گرفتن، تازه فهمیدن، رسیدن به اینکه آقا، امروز برای مردم توضیح دادم ایرانیان حقیقتا نزدیک به 50 سال جامعه ایرانی رو مشخصا بهتون بگم که داشته باشی از طرف من، در رابطه با جامعه ایرانی صحبت میکنم، نه مسلمانان، ایرانیان. جامعه ایرانی 50 سال از جامعه جهانی جلوتره در رابطه با مسائل سیاسی، در رابطه با مسائل اجتماعی، در رابطه با چگونگی نگاه کردن به زندگی و اینکه اصلا ما برای چی به دنیا اومدیم و چی میخوایم از این جهان. بقیه، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در سایر کشورهای جهان، 50 سال از ما عقبن، چون اونا حکومت اسلامی نداشتن، اونا قوانین قرآنی نداشتند، اونها نداشتن کسانی رو که بیان بگن با سلام و صلوات آدم بکشند و پوزشم بدن، تبلیغشم بکنن، پلو و خورشتم بدن، یک عده دیگه هم بیان بخورن و 2 تا صلوات محمدی هم بفرستن، مجددا سر فردا صبح بازم اعدام بکنن. در آمریکا چنین چیزی نبوده. ولی اگر اجازهش رو بدن، در بسیاری از این استانها میشه درگیری ها و کشتارهای 10 و 10 هزار نفری به وجود بیاد. کسی که وقتی سناتور میشه میگه آقا من این حقو دارم، یا گاورنر میشه میگه من این حقو دارم، از طرف نمایندگان خودم دارم صحبت میکنم، اینجا باید این قوانین داشته باشه. و از اونجایی که فدرال هست و اون کسانی که با قوانین فدرال آشنایی دارند و میدونن که چه مقدار ضعف وجود داشته و داره در همین قوانین فدرالی، شما از یه شهری، از یه استانی به یه استان دیگه میری، به طور کلی همه قوانین میتونه تغییر پیدا بکنه. اون دیگه میره روی یک بحث دیگه، فدرالیسم، که میشه در رابطه با اونم صحبت کردم ساعتها. ولی این رو دارم توضیح میدم که اگر شما در آمریکا زندگی میکنید، در اروپا زندگی میکنید، بسیار حائز اهمیت هست که صداتون رو همین لحظه ببرید بالا. آن چیزی که در 40 در آمریکا اتفاق افتاد میبایست هر چه سریعتر جلوش گرفته بشه. برابر این اسلامیستا و مسلمانان میبایست بایستند. جامعه آمریکایی میبایست بایسته. اینها برای زندگی نیومدن، میخواستن زندگی بکنن. مگه مسلمان نیستن؟ کشورهای اسلامی هست، هر کی بره کشور خودش اگه مدعی هستش که اسلام رو دوست داره. ولی اینا برای عشق به انسان دوستی و اینها نیومدن، اینا اومدن نابود بکنن هر آنچه که بقیه ساختن. این عین واقعیته. من نمیگم، خودشون میگن. فیلم ها رو در اینستاگرام، در کانال پشت پرده ها گذاشتم، نگاه بکنید. امکان پخشش در این برنامه نیست و پخش نمی‌کنم به خاطر همون موضوعایی که میخوان برن چپ و راست بازم ریپورت بکنن. به هر روی این برنامه باید هر روز قوی‌تر بشه توسط شما مردم. این بینندگان باید هر روز بیشتر بشه توسط شما مردم، اگر میخوایم به خواست مشترک دست پیدا بکنیم. ولی خواست فقط خواست جامعه ایرانی نیست، جهانی شده و این مسئله و این ویروس اسلامی جهان رو داره متعفن میسازه و جهان رو داره به کثافت میکشه. مردم در جهان، هر کسی در هر کجا که هست، میبایست برابر ویروس اسلامی بایسته و شوخی بردار هم نیست، مگر اینکه همه بخوان یک خودکشی دست جمعی در جهان بکنن. چیزی که در این رابطه تعهد داره امضا میشه پایدار نخواهد بود. چرا که اسلام پایدار نبوده و نیست. اسلام 1001 فرقه داره، 1001 نوع روش داره، 1001 دغلبازی و دروغ و جنایت درش بوده و هست. ما با انسانهای شریف و آدم و انسان و نسبت به حقوق انسانی طرف نیستیم.
یک عده جنایتکار ایران رو غصب کردن و میان به عنوان ایرانی پای میز میشینن با دولت آمریکا و اونو تهدید میکنن، میگن آقا ما میتونیم آشوب به وجود بیاریم در این زمانی که شما احتیاج به رأی دارید، اینجا رو میتونی امضا بکنی و ما یه مقدار پول هم ازت میخوایم. در واقع دارن رشوه میگیرن. ولی من اینو دارم براتون توضیح میدم که سیاست‌های دولت آمریکا رو هرچند که به ضرر ما بوده، تا این ثانیه که من در خدمت شما هستم، هر کاری دولت آمریکا، چه ترامپش چه سایر کسانی که تا به امروز بودن انجام دادن، به ضرر مردم ایران بوده، به خاطر اینکه راه درست رو نرفتن. یعنی حمایت کردن مستقیم از ملت ایران. گوش بدن ملت ایران چی میخوان، اگه میخوان واقعا ایران آزاد بشه، اگه میخوان امنیت در جامعه جهانی برقرار بشه، اگر میخوان با شخصیت‌های گفتگو بکنن که نماینده حقیقی و واقعی ملت ایران هستن، باید به نمایندگان واقعی ملت ایران تن بدن، نه نشستن با حکومت اسلامی و مماشات کردن. حالا بازم بعضیا که طرفدار هستن و غیره بهشون برمیخوره، اما این حقیقتی است، مثلا اونطوری که به مسلمونا برمیخوره. خدمتتون عرض کردم جنگ من جنگ سیاسی نیست، جنگ مذهبی هم نیست، واقعیت ها رو میگم. هر کی هم بهش برمیخوره به قول معروف حقوقمون رو قطع کنه. این واقعیتی است. نه فقط ما اینجا داریم ضرر میکنیم، ملت اسرائیل هم که تاوان فراوانی از این اسلامیستا، یعنی به این در این جنگ و نبرد با اسلامیستا پرداخت کرده، اونها هم دارن شکنجه میشن از همین شرایط روانی که براشون به وجود اومده که ما آقا ترکیبمون رو نمیدونیم، بریم جلو، هستیم نیستیم، بجنگیم نجنگیم، بنشینیم منتظر بمانیم. این شرایطی که در برزخ تا 3 ماه دیگه، 2 ماه اندی دیگه، شاید هم کمتر، شاید هم در آخرین روزهایی که دیگه مردم تصمیمشون رو گرفتن و اکثریت آرا رفتن رأی دادن، تصمیمات جور دیگه ای رقم بخوره. اما اون میمونه برای ایرانیان تا ثانیه‌ای که تصمیم اصلی گرفته بشه. از دیدگاه من این نوشته شدن قرارداد روی یخه و ما این شرایط به سمت جلو خواهیم دید. الان به نفع ملت آمریکاست در استاک مارکت، به نفع ملت آمریکاست در خرید انرژی و نفت و بنزین. کسانی که به روز زندگی میکنن به خصوص و میلیون ها نفر در آمریکا این سوالشون بوده و هست، آقا اصلا ما چرا باید وارد این جنگ بشیم؟ به ما چه ربطی داره؟ از هر دو جهت، یعنی چه جمهوری خواه چه دموکرات هم این مسائل مطرح میشه. اما حقیقتا افرادی هستن بسیار بسیار نادر که میتونن پاسخگوی این سوالات آمریکایی ها باشند و براشون توضیح بدن که به قول معروف عزیز دل برادر، شما باید بدونی که کشورت دچار چه نوع ویروسایی میتونه بشه، برابر این ویروسا باید بایستی به هر شکل ممکن. مثل یک انسانی که اگر از خودش مراقبت نکنه میتونه به راحتی دچار 1001 نوع بیماری بشه. ما باید شکایت بکنیم که آقا چرا این گونه است؟ کشور آمریکا اول باید انسان‌ها بفهمن، آمریکایی‌ها باید بفهمن که کشورشون چه تأثیری بر ملل جهان داشته و داره، نقشه جغرافیایی بسیاری از کشورها، جمعیت بسیاری از کشورهای جهان، هویتشون، وضعیت اقتصادیشون و یا زندگی‌های میلیون ها نفر در سرتاسر جهان به خاطر دولت آمریکا و تصمیمات اون بالا پایین شده. پس این تصمیمی که یک ملت در آمریکا میگیره بسیار مهم بوده و هست و نباید همینجوری به راحتی به خاطر هوس‌های مثل همون کسانی که رفتن به دنبال خمینی یا دشمنی‌های آنچنان برن به گونه‌ای رأی بدن که اول ملت آمریکا و همزمان ملل دیگر رو نابود بکنن. پاسخ باید این گونه داده بشه به اون افراد و یا ملتی که نمیدونن برای چی دولت آمریکا باید بره و تنگه هرمز رو باز بکنه. به قول ترامپ شاید هیچ موقع هم اینا به این مسئله احتیاج نداشته باشن، اما این حرف نادرستی است. در دوره ای از تاریخ بیش از 65% از نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد و تامین میشد. کسانی که به مسائل نفتی آشنایی دارن، نفت اصولا در جهان به 3 قسمت تقسیم میشه. نفت که ما داریم نفت سنگین هست، نفت که عربستان داره نفت سنگین هست، نفت که آمریکا داره نفت سبک هست، یعنی برای مصارف معمولی بنزین و غیره استفاده میشه. جهان احتیاج به نفت سنگین داره که بتونه
برای ساخت وسایل و پتروشیمی، بسیاری از دستاوردهای جهانی ازش استفاده بکنه. از همین رو هستش که به اون نفت احتیاج هست. آمریکا شاید بتونه یک روزی بیش از 20 میلیون بشکه نفت در روز صادر بکنه، اما نفتش نمیتونه پاسخگوی نیاز جامعه جهانی و یا حتی چین باشه که یکی از بزرگترین تولید کنندگان بسیاری از چیزها در جهان هست. به هر روی در این بخش فکر می‌کنم کافی باشه امروز، چون حائز اهمیت بوده و هست. مسائلی که در میشیگان داره میگذره، انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا بسیار حائز اهمیت بوده و هست. شما به عنوان یک هموطن من که حتی نظرات به دنبال حزب دموکرات بود و یک تغییر مسیر بده، کمترین کاری که میتونی بکنی که رأی ندی به این دموکرات‌ها. حالا اگر اون وریا رو دوست نداری، ولی به این وریا رأی ندید، به دلیل اینکه ضربه محکمی در درجه نخست به همون بچه‌ای داری میزنی که در زندان و منتظر رسیدن به آزادیه. شاید شما زندگیتون رو در اینجا دارید، اما تأثیری که این نمایندگان چپ و اسلامیست در کنگره و سنا میتونن داشته باشن، در واقع سوت آخر زندگی بهترین جوانان در ایرانه. کمترین کاری که شما به عنوان یک ایرانی که در آمریکا سیتیزن هستید میتونه انجام بدید اینه که به اینها رأی ندید، به چپ ها رأی ندید، به دموکرات ها رأی ندید، به اسلامیست ها رأی ندید. نگذارید که زندگی عده‌ای از مردم در یک استان نابود بشه، بعد وارد مرحله بعدی بشه. چون وقتی یک استان در آمریکا وارد جنگ میشه، یک شهر وارد جنگ میشه، ما دیدیم شهرهای دیگری به دلیل اینکه اون برنامه‌هایی که در اونجا انجام شده پشتوانه مالی، اقتصادی و برنامه‌ای داشته، به سر تا سر آمریکا هم کشته میشه و بعد مردمی که از آگاه گشتن و از همه اینا بیزارن اینجا اسلحه دارن و آن چیزی اتفاق میفته که شما هیچ زمانی دوست نداشتید و ندارید، ولی با این کارهاتون میتونید تاثیرگذار باشید، سریعتر به اون روزگار برسید. بسیار های اهمیت بوده و هست تصمیمی که سیتیزن ها در آمریکا میگیرن برای زندگی خودشون. درسته که فقط به فکر منافع اقتصادی هستن، به فکر منافع اجتماعی هستن، ولی انتخاب هر نماینده تاثیرگذار نه فقط در آمریکا، نه فقط در یک استان، بلکه بر سایر استانهای این کشور در آمریکا و در نهایت جهان داشته و داره. در رابطه با تنگه هرمز، در رابطه با این قرارداد که روی، از دیدگاه من مجددا تکرار میکنم، روی یخ نوشته شده است، میشه تا صبح صحبت کرد، اما همون پاسخ رو باید به خودشون بدید. شما دلخوش به این حکومت اسلامی، دلخوش به این مقدار نباشید. باید مثل خودشون هزاران برابر بدتر با این اسلامیستا صحبت کرد. از اینکه نشستید و به این صحبت ها گوش دادید از شما بسیار سپاسگزارم. ازتون درخواست میکنم کانال رو لایک بکنید، سابسکرایب بشید، ارسالش بکنید، بفرستید در هر کجا، در لینکدین 5000 10000 20000 نفر در ارتباط هستید براشون بفرستید، در ایمیل ها بفرستید، در مجالس صحبت کنید، بفرستید. چنین کانالی هست، صحبت ها داره این چنین زده میشه و این مسیر میره به سمت جلو تا زمانی که تکلیف ها مشخص بشه و بعد از اون تازه ما آغاز میکنیم ساخت و ساز ایران رو، بعد از سرنگونی که خیلی کار بسیار بسیار سنگینتری هست از این چیزی که امروز داریم انجام میدیم. برای رسیدن به اون روزها و جلوگیری کردن از بسیاری از روزهایی که هیچ زمانی هیچ ایرانی و یا هر انسانی در جهان نمیخواست، میبایست حامی این برنامه، حامی این صحبت ها و گفته ها باشید. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.